به نام خداوند بخشنده و مهربان. با زن حامله‌دار و زنی که با طفل شیر می‌دهد علاقه جنسی کردن جایز است. در این مسئله ها نیز بین مردم خیلی نافهمی های زیاد است و هست بعضی زن و مردهایی که شنیدند که در حالت حامله‌داری زن و زنی که شیر می‌دهد ممکن نیست به آنها علاقه جنسی کند گفته فهمیدگی هستند و به این مسئله علاهیده سرلوحه می‌گذارند. بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيبة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. رواه مسلم. از جدانه بنت وهب اسدیه رضی الله عنها روایت کرده می شود که می گوید نبی صلی الله علیه و سلم به تحقیق از زنی که به طفل شیر می دهد دور شدن را نهی کردنی بودم، اما روم و فارس ها این را کردنشان را به فرزندهایشان هیچ گونه ضرر نرسیدنش را به خاطر آوردم. مسلم روایت کرده است. زن شیردهنده با سبب طفلش ضعیف شدنش و قوت و تواناییش به فرزندش می رود و برای همین به این گونه زنها علاقه جنسی کردن به کودک ضرر نمی رسیده باشد گفتگی ملاحظه پیدا می شود. همین طور از پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم چنین ملاحظه شده بوده است که اما او زود از دیگر تجربه های خلق استفاده برده به خلاصه آمده بودند که به زن شیردهنده علاقه جنسی کردن به کودک ضرر نمی رساند گفته خبر داده بودند و به آنها برای علاقه جنسی کردن منع نکرده اند. اما علماهای ما چنین زنها را به اعتبار گرفته چنانه که به زن عادی که هنگامی علاقه جنسی معامله کرده می شود نباید به زن حامله دار و به زنی که طفل دارد کرده شود. یعنی که کسانی که نافهمیده باشند چنین میفهمانیم. چنانه که با زنی که حامله دار نیست، حالا جوان است، حالا حامله دار نشده است، جوانهایی که و مردهایی که با چنین زنها معامله هایی که در علاقه جنسی کرده می شود نباید با زن حامله دار کرده شود. یعنی میتونید که در حالت همخوابگی، در حالت علاقه جنسی آرامانه، یعنی خود را از دیگر کارها دور گرفته و دیر با زن حامله دار چیکار کنند؟ علاقه جنسی کنند و جایز است که با زن حامله دار علاقه جنسی کردن ممکن است. والله اعلم.